ویدیو میخوام در مورد کورتیزول باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونید کورتیزول یه هورمونیه که باعث ایجاد استرس و اضطراب تو بدن میشه. پس خیلی مهمه، نه تنها برای لاغر شدن بلکه برای سلامتی بدنت پایین نگه داشتن سطح کورتیزول خیلی مهمه. اما نشونه‌هاش چجوری ما بفهمیم که کورتیزول تو بدنمون بالاه؟ یکی از عمده نشونه‌هاش اینه شما بعد خوردن غذا باز دلت شیرینی میخواد. با اینکه غذا رو خوردی دلت شیرینی میخواد، ولت به شیرینی زیاده. نشونه دوم، بی دلیل چاق میشی. اوکی رژیم داری، علاوه بر اینکه لاغر نمیشی چاقی شکم و پهلو میگیری. نشونه سوم، تو طول روز خیلی خسته، عدم تمرکز داری اما شب بازم خوابت نمیبره، یعنی خواب کافی نداری. اینا همه نشون دهنده اینه که سطح کورتیزول تو بدنتون بالاه، سطح استرس و اضطراب تو بدنت بالاه. حالا اگه میخوای بدونی چی بخوری که سطح کورتیزولت نرمال و تنظیم بشه، توی کامنت برام بنویس کورتیزول که ما سریع کامنتت رو پیگیری کنیم و توی دایرکت بهت پیام بدیم.